اینی که میبینید بزرگترین زندان دریمه که فقط میشه با کلاچای دریم از اون فرار کرد. پس بزن بریم انجامش بدیم. خیلی خب، اولین کلاچمون کلاچ واتر باکته. خب انجامش دادم، بزن بریم کلاچ بعدی. این دفعه میتونم. 1 2. خیلی خب، بزن بریم سراغ کلاچ اسب. به نظر که ساده میاد. اینم از این. کلاچ بعدی خیلی سخته، پس این ویدیو رو لایک کنید تا من قوی تر بشم و بتونم این کلاچ انجام بدم. خیلی خوب، داریم به سطح زمین نزدیک میشیم. 28 دفعه است نمیتونم خیلی خوب، اینم از قایق. بالاخره تونستم انجامش بدم. بزن بریم سراغ کلاچ آخر که از همه سخت تره. خیلی خوب، کلاچ آخر باید یه دونه قایق بسازم. درسته توی اینونتوری میدونه قایق دارم، اما حیفه استفاده نمیکنم. خیلی خوب، اینم از یه دونه قایق. اگه تونستم انجام بدم قول بده تو هم سابسکرایب کنی.